امروز قراره با هم یاد بگیریم چطوری میتونیم برای سگمون نقشه مربی شخصی خفن رو بازی کنیم و بهترین برنامه ورزشی رو براش بچینیم. اول از همه بیایید با یه سوال خودمونی شروع کنیم. سگ شما کدوم مدلیه؟ از اونایی که دور خونه میچرخه و انرژیش تمومی نداره، یا نه یه سیب زمینی حرفه‌ایه که روی مبل لم داده و فقط با صدای باز شدن پاکت تشویقی یه تکونی به خودش میده؟ میبینی؟ دقیقاً دو تا دنیای متفاوتن. برای همینه که نمیشه برای همه سگ‌ها یه نسخه ورزشی پیچید. یه برنامه ثابت برای همه جواب نمیده. هر سگ داستان و نیازهای خودشو داره. پس هدفمون اینه که از این توصیه‌های کلیشه‌ای فاصله بگیریم و یاد بگیریم چطور برای دوست پشمالوی خودمون یه برنامه ورزشی کاملاً شخصی سازی شده طراحی کنیم. آخه میدونید یه برنامه ورزشی درست و حسابی فقط برای سوزوندن انرژی نیست، کلی فایده خفن دیگه هم داره، از سلامتی جسمی و ذهنیش گرفته تا مهمتر از همه قوی‌تر شدن اون رابطه و پیوند عمیقی که بین شما و سگتون وجود داره. خب حالا بریم سراغ فاز ارزیابی. یعنی چی؟ یعنی مثل یه مربی شخصی حرفه‌ای اول باید مشتری پشمالومون رو کامل بشناسیم تا بتونیم یه برنامه تمرینی بی‌نقص براش طراحی کنیم. برای این کار باید 4 فاکتور خیلی مهم رو در نظر بگیریم. اول نژاد، بعد سن، وضعیت سلامتی و در آخر شخصیت منحصر به فردش. این 4 پایه‌های اصلی برنامه ورزشی سگ شما هستن. بریم هر کدوم رو با هم باز کنیم. برای مثال نژاد رو ببینید. یه سگ پاگ رو با یه هاسکی مقایسه کنید. پای بیچاره به خاطر اون صورت تخت و بامزه‌اش خیلی زود نفس کم میاره و نمیتونه ورزش سنگین کنه. اما از اون طرف هاسکی انگار برای دویدن توی برف و بوران به دنیا اومده. پس میبینید که نژاد چقدر مهمه. و یه نکته فوق‌العاده مهم. حتی سگ‌هایی که از یه نژاد هستن هم با هم فرق دارن. این شخصیت سگ شماست که حرف آخر رو میزنه. ممکنه یه لابرادور داشته باشید که عشقش لم دادن روی مبل باشه و یه لابرادور دیگه‌ای که دیوونه آبتنی و شنا کردنه. پس به علایق سگ خودتون خوب دقت کنید. حالا میرسیم به توله‌ها. برای این وروژک‌ها یه قانون خیلی ساده و راحت وجود داره. قانون 5 دقیقه. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر 1 ماه از سن تولتون روزی 1 یا 2 بار 5 دقیقه ورزش و بازی براش کافیه. مثلا یه توله 4 ماهه به روزی 20 دقیقه بازی نیاز داره. خیلی ساده است نه؟ اما یه هشدار خیلی جدی. دامپزشکا همیشه میگن که ورزش‌های سنگین و طولانی برای توله‌ها ممنوعه. چرا؟ چون صفحات رشد استخوناشون هنوز نرمه و ممکنه آسیب ببینه. فاکتور بعدی سلامتیه. اگه سگ شما خدایی نکرده هر کدوم از این مشکلات رو داره، حتما باید برنامه ورزشیش رو با احتیاط بیشتری تنظیم کنید و یادتون نره بهترین کسی که میتونه در این مورد راهنماییتون کنه دامپزشکتونه. حتما باهاش مشورت کنید. بریم سراغ بخش عملی، یعنی طراحی یه برنامه ورزشی روزانه عالی برای سگمون. این جدول میتونه یه نقطه شروع خیلی خوب باشه. برای سگ‌های آروم و کم انرژی یه پیاده‌روی ملایم روزانه کافیه. اما اونایی که پر انرژی هستن به فعالیت بیشتری نیاز دارن. شما میتونید از همین راهنما شروع کنین و کم کم برنامه رو مطابق با نیاز سگتون تنظیم کنید. ولی آخه کی گفته ورزش فقط یعنی پیاده‌روی؟ کلی کار هیجان انگیز دیگه هم هست که میتونید با هم انجام بدین. از کوهپیمایی و شنا گرفته تا بازی‌های فکری و تمرینات چابوکی. اینطوری تنوع ایجاد می‌کنید و هم برای شما و هم برای سگتون خیلی جذاب‌تر میشه. حالا که صحبت از بازی شد، پیدا کردن دوستای جدید برای سگتون هم میتونه یه ورزش اجتماعی فوق‌العاده باشه. جالبه بدونید که سایت mypetpin یعنی mypetpin.com به عنوان اولین شبکه اجتماعی حیوانات خانگی دقیقاً برای همین کارها طراحی شده. این سایت تلاش میکنه تمام نیازهای اونها رو در نظر بگیره تا شما بتونید راحت‌تر برای سگتون دوست پیدا کنید و زندگی اجتماعی و ورزشیش رو حسابی پربار کنین. خیلی خوب، برنامه رو طراحی کردیم و شروع کردیم. اما کار اینجا تموم نمیشه. حالا میرسیم به یه مرحله خیلی حیاتی. چک کردن وضعیت سگمون. باید مثل یه مربی دلسوز
دائم حواسمون به ورزشکارمون باشه و ببینیم حالش چطوره. این سوال کلیدیه مگه نه؟ سگا که نمیتونن با ما حرف بزنن و بگن آخ پام درد گرفت یا بسته دیگه خسته شدم. اما نگران نباشید. اونها با زبان بدنشون کلی سیگنال به ما میدن. ما فقط باید یاد بگیریم این سیگنال ها رو درست بخونیم. ببینید اگه سگتون این رفتارها رو از خودش نشون میده، به احتمال زیاد داره با زبون بی زبونی بهتون میگه حوصله‌ام سر رفته، انرژیم تخلیه نشده، یه کاری بکن. اینها زنگ خطرهای واضحی هستن که نباید نادیده بگیریمشون. اما از اون طرف بوم هم نباید بیفتیم. زیاده روی هم خطرناکه. این علائم نشون میدن که به سگتون بیش از حد فشار آوردید و باید ترمز رو بکشید. هنر اصلی پیدا کردن اون تعادل طلایی بین این دو حالته. و در نهایت یادتون باشه که مهمترین چیز همینه. تمام این تلاش‌ها برای اینه که یه سگ شادتر و سالمتر داشته باشیم و در کنارش رابطمون باهاش روز به روز عمیق‌تر و قوی‌تر بشه. به نظر من این بهترین پاداش دنیاست. با توجه به همه چیزهایی که امروز با هم یاد گرفتیم، اولین حرکت جدیدی که قرار فردا با رفیق ورزشکارتون امتحان کنید چیه؟ این تازه شروع یه ماجراجویی هیجان‌انگیز برای هر دوی شماست.